سلام و وقت بخیر. قول داده بودم که بیام برای تست واکس آرسس و محصولاتی که برای ما ارسال کردن و اینکه با محصولات خودمون این واکس رو تست کنم و نتیجه تست رو بهتون اعلام کنم. این محصولاتی که می‌بینید محصولات مجموعه کهن بلوطه، البته به غیر از کوکس‌ها که کار دست استاد عادل نجاره با برند گل هاشم نجار که واقعا کارهای فوق‌العاده‌ایه. به غیر از تو تراشیش که دستگاه خراطی داره انجام میده خودشون، بقیه کار دسته و فکر نمی کنم بیشتر از روزی 3 تا با این کیفیت بشه این محصول رو تولید کرد. پیج استاد عادل رو تگ میکنم. بریم سر محصولاتی که با واکس اجرا شده. این محصولاتی که دارید میبینید امروز صبح اجرا شده با واکس، با دستکش پلاستیکی اجرا شده و گذاشتیم یه چند ساعتی یه مقدار کمی از واکس، همون مقداری که روی دستکش میموند و میمالیدیم روی محصولات بمونه و یکی دو ساعت پیش با یه دستمال پنبه‌ای بدون پرز اضافه واکس رو از روش برداشتیم و این نتیجه نهایی بوده. براقیت رو که خب خودتون دارین میبینین. چوب، همه محصولات چوب گردو هستن و خب چوب فوق‌العاده، واقعا اعلیحضرت گردو بهش میاد. براقیت کارها و آبگریز بودنش رو حالا بعدا تست میکنیم دوباره، چون امروز اجرا کردیمش فعلا برای تست آبگریز بودن زود بوده. فرق آبگریز و آب ضد آب بودن ها رو هم قبلا توضیح دادم. این محصولات معمولا این محصولات ما تا سنباده 600 تا گرید 600 رو خوردن، حالا بعضیاشون بیشتر، حتی با پوستاپا هم یه مقدار ادامه دادیم. هم رنگ رو میبینید چقدر خوب رنگ و نقش رو خوب در آورده، همین که واقعا یه حالت لیز بودن رو داره به من میده. باید ببینم که وقتی آب میریزیم داخل این محصول چه اتفاقی واسش میفته، که البته قبلا من تست کردم خیلی وقت پیش. این تست رو قراره برای شما انجام بدیم. گفتم همه چوب ها چوب گردوه و خب میبینید که گردوی سیاه و چه طرح و نقشی هم از چوب کشیده بیرون. خلاصه که این واکس فوق‌العاده ایه. به نظرم استفاده کردنش برای تولید کننده ها حداقل برای یک بار یا چند بار توصیه میشه. خودشون تست کنن، نتیجه نهایی رو خودشون ببینن، خیلی بهتره. ما فقط میتونیم برای خدمت رسانی، و البته دروغ نباشه، برای اینکه یه مقدار بد به دست ما میرسوندن این محصول رو، یا دیر میرسوندن، یا اون چیزهایی که ما میخواستیم رو نداشتن، معمولا زدن ناموجود، نمایندگیش رو گرفتیم. و اینکه تو استان مازندران و تولید کننده و همکارهامون به این محصول راحت‌تر دسترسی داشته باشن و خب البته یه سودی هم برای ما خواهد داشت و این طبیعیه تو این بازار. امیدوارم که این محصول رو تهیه کنید. از هر کدوم از نمایندگانی که این محصول رو دارن ارائه میدن به صورت قانونی تست کنید و خودتون نتیجه گیری کنید که این محصول با محصولات دیگه‌ای که تو بازار ایران با مبالغ و قیمت‌های یه مقدار بالاتر دارن ارائه میشن چطوره. برای تولید کننده قیمت همیشه مهم بوده، چون میتونن با قیمت پایینتری به دست مصرف کننده برسونن. به نظر من این کار درخوری و میشه استفادهش کرد. این نتیجه اجرای روی چوب گردو. حالا چوب‌های دیگه‌ای هستش، محصولات دیگه از چوب‌های دیگه ساخته شده، روی اونها هم تست میگیریم. یه مدت زمانی 3 روز تا 10 روز صبر میکنیم و تست آبگریز بودن رو برای شما میذاریم. امیدوارم که این ویدیوها باعث بشه که هم اطلاعات شما نسبت به واکس ها و روغن های فود سیف که برای محصولات و ظروف چوبی که با غذا مرتبطن زیاد کنه، و اینکه این اطلاعات باعث بشه که از ما خرید کنید. از ما منظورم فقط مجموعه کهن بلوط نیست، از نمایندگی هایی که دارن از برند آرسس استفاده میکنن و مسئول فروش این برند هستن. ممنونم از شما.